امروز تمرینات انجام میدم برای فیزیک بدن. کلا فیزیک بدن از ناحیه بازو گرفته تا ناحیه پا، کمر، سر، گردن. این تمرینات را کاملا انجام بدین. کسایی که پا درده، یعنی بازو درده، کمر درده، زانو درده، برای اینا همش خیلی مفید هست. من الان انجام میدیم. شما دست ها به این صورت، یک بیکش بالا، این دو، این سه، این چهار، این پنج، این شش، این هفت، هشت، این نو، این ده. حالا برعکس کن. یک، این دو، این سه، این چهار، این پنج، این شش، هفت، این هشت، این نو، این ده. حالا که 10 تا ده اینجا شدی، همینطوری نگه دار. بعد این دست بیار جلو. یک، قدرتی اینو بکش. دو، سه، چهار. اینجا نگه میداری، یعنی قفس سینه کشیده. به این صورت نگه. دوباره سفت بیار. یک، اینجا نگه میداری. دوباره می حرکت را سفت میکشی. برای بازوها، برای دستها. اینجا نگه میداری، سفت نگه دار. بعد دوباره همین را به شکل قدرتی فشرده بکش. یک، دو، سه، چهار. به همین صورت این تمرین را انجام بدی. بعد این دست میاد بالا. وقتی که بالا میاد، از بالا بکش که بازو اینا درد مونه. یک، دو، سه. همین به این صورت که یک یا بالا، دو میکشی، با قدرت میکشی. دو، سه، اینجا نگه میداری. این حالتی کسایی که بازویش درد منه، مچش درد منه، اینا برای این فایده. یک، دو، اینجا میذاری. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، نو، ده. برعکس که یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت. دوباره این عوض. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، نو، ده. هیچ نیست. همشی کوششی هرچی کوچو. یا به هم صورت 10 تا از این بر، 10 تا از این بر مونی. بعد این حرکت مونی، بیا این حرکت را انجام میدی. این، 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 این. یک، دو، سه. کسایی که این کتف اینا درد مونه. این، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت. کسایی که کتفش درد مونه یا اینا درد مونه، این تمرین. بعد همینه. یک، دو، سه، چهار، پنج. اینو میاری بالا به این صورت که این کشیده بشه. کسایی که اینا درد مونه و اینا دردها برطرف بشه. این، این، این. پس همین حرکت را یک، دو، سه. اینا مال دردی بازو اینایه. فیزیک اینا کشیده میشه. این یک، این دو، این سه، این چهار، این پنج، این شش، این هفت، هشت، این نو، این ده. نگه میداریم. بعد این حرکت یک، دو، سه، چهار، پنج، شش برای بازوی. هفت، هشت، نو، ده. اینجا نگه میداریم. بعد این حرکت که اینجا نگه داشتی، دوباره اینو می اینجا. کسایی که بازوهاش درد مونه، دو، میکشی بالا، یعنی با نوک پا بیا بالا، بکش بالا. بعد این حرکتی که بالا کشیدی، دوباره این بازوها درد نایه. بعد بیا اینو دست را بده اینجا. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت،
بکشونه. این با این دست بکش بازویت. 8 9 10. بیا دوباره این عوض کن. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اینو میکشی اینجا. بعد این حرکتی که اینجا کشیدی دوباره این بازوات درد گرفت، دوباره می از اینجا این دسته بدی اینجا، اینو بیار، این دسته بیار، اینو بکش این بازویت از اینجا بکش که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تا اینجا رو نگه دار. خوب سفت بکش اینطوری که بازویت درد کنه. بعد دوباره این عوض کنی، دوباره اینو میاری اینجا، این اومد اینجا، این دسته بده اینجا برای کتف و بازویت. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. همینطوری بکش. این دست اینجا، اینو بکش همینجوری. بعد حرکت میدی گردنت، گردن درد میگیره یا این درد یا اینجا یا اون پشت درد میگیره. حرکت بسیار یواش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد میکشی عقب سرم. 1 2 می جلو. 1 2 3 4 5. کسایی که این پشت گردنش اینجا درد نه، این مرکز، از این مرکز تا اینجا درد نه، اینو ماساژ بده به این صورت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 این 20. همینطوری اینه ماساژ بده. اینه از همینجا که می از این مرکز این همینجوری ماساژ بده که دردا گم میشه. بعد این حرکت از پشت گوشت میاری. کسایی که سردرد اینا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. همینجوری انجام میدی. این حرکت گردنت نرم بشه و قشنگ تعادل داشته باشه، گردنت دردش کم بشه. این 10 بار هر روز 20 بار این انجام بدی، ماساژ بدی.